با سلام، با یه آموزش خدمت شما دوستان عزیز هستیم بابت تصفیه استخر. تصفیه استخر معمولا تو استخرهای خونگی، تو باغ و باغات به صورت یه دینامتک هست که 2 اینچ ما تصفیه داریم که هم حالت اتوماتیک باید کار کنه هم حالت دستی. خب این اتوماتیک و دستی چیه؟ این ساعت فرمان هست. ساعت فرمان به ما این اجازه رو میده که سر تایمی که میخوایم روشن کنیم دینام روشن شه و سر تایمش خاموش شه. با این شرایط که این ساعت فرمان مکانیکی هست و هر ربع ساعت به ربع ساعت قابل تنظیمه. یه مدل دیگهش هست که ساعت فرمان ذخیره دار هست. خدمتتون عرض کنم که حالت دیجیتالی هم داره. اینا شرکت های مختلفی تولیدش کردن و عرضم به خدمتتون که دیجیتالیش هست و این آنالوگه. آیتم بعدی که داریم کنترل باره. بچه به تو ذهنتون باشه تو دینامای تک فاز ما به هیچ عنوان از بیمتال استفاده نمی کنیم، چون اصلا مخصوص این کار نیست و خطای خیلی بالایی داره، ولی توی 3 فاز بیمتال خیلی توجیه بهتری داره. این مدل کنترل بار تک فاز هست. آیتم بعدی کنتاکتوره و فیوز مینیاتوری. کلید RCCB به جهت حفاظت از جان یا نشتی جریان، که در صورتی که برق توی آب بیفته یا یه جایی نشتی داشته باشه این کلید عمل میکنه. این کلید که عمل بکنه خدمت عرض کنم که قطع و وصل سیستم انجام میشه. خب یه توضیح رو راجع به درب تابلو بهتون بدم. اگر به این سمت شما بذارین این کلید رو اتوماتیک به صورت اتوماتیک با ساعت کار میکنه و این ور ساعت دور میخوره و به صورت دستی بدون محدودیت تایم کار انجام میده، روشن و خاموش میشه. این آیتم برای زمانبندیه. این آیتم برای لحظه‌ایه که به دینام فشار میاد قطع کنه. کنتاکتور وظیفه قطع و وصل رو داره. فیوز مینیاتوری بابت اتصال کوتاهه و کلید RCCB برای نشتی جریان هست. حالا من تو تابلوها معمولا یه سیگنال ولتی هم استفاده میکنم برای اینکه اگر ولتاژ از حد مجاز پایینتر یا بالاتر بود اپراتورش حتما متوجه این موضوع بشه. عکس مدارش هم من سعی میکنم بکشم، حالا یا دستی یا با فستوی چیزی نرم افزاری براتون میذارم که متوجه بشین که این مدار چجوری کار میکنه.